تمام بینندگان شبکه بهارستان، باز یک هفته دیگر پس سر شد و روبرو با شماست نمایش از سامانه تلویزیونی بهارستان. در برنامه امروزه خود ما به شما از نویگری های شبکه معلومات خواهیم داد. آموختن زبان انگلیسی در زمان امروزه خیلی مهم است. از این رو شبکه ما نیز به این موضوع دقت مخصوص می‌دهد. در شبکه ما برنامه Let's Speak English آماده می شود که ما باوری داریم شما آن را تماشا کرده از آن برای خود برداشت می‌کنید. زبان انگلیسی یکی از زبان‌های بزرگ در جهان به شما رفته. شماره آدمانی که در جهان با آن گفتگو می‌نمایند خیلی زیاد می‌باشد. زبان انگلیسی زبان جهانی اعتراف شده. زیاده از نصف کشورهای دنیا با این زبان در دانشگاه‌ها و مرکزهای تعلیمی به مردم درس می‌آموزانند. در شبکه ما نیز نمایش Let's Speak English پخش می‌شود که رفتی برنامه پورا با زبان انگلیسی تهیه می‌گردد. این شماره برنامه در یکی از باغ‌های زیبای کشورمان کوروش کبیر ثبت گردید. نمایش مذکور روزهای جمعه طریق شبکه ما پخش می شود. اگر این نمایش به شما پسند آمده باشد و باری دیگر خواهش تماشای آن را دارید، پس از سامانه ما www.tvb.tj استفاده برید. طوری در نمایش های قبلی خش گفته بوده موسم نوی با هم میابیم آغاز گردید و باید گفت آن نفرانی که خواهش در این برنامه شرکت کردن را دارند می توانند به شبکه ما آمده خود را نام‌نویس نمایند. اگر شما خواهشی در نمایش با هم میابیم اشتراک کردن را داشته باشد، پس به تلویزیونی بهارستان آمده خود را نام‌نویس نمایید. باید گفت مسئولین برنامه خواهشمندان را با نوبت برای صحبت دعوت می نمایند. اولا سویه دانش آنها با سوال و جواب از طرف مسئولین سنجیده می شود. آنهایی که علاقه تیارند به برنامه دعوت می شوند و آنهایی که نه آنقدر برای اشتراک آماده‌اند وقت داده می شود تا آنها نیز خوب تیار شوند. یادآور می شویم که در این برنامه کودکان و نورسانی از 9 تا 14 ساله اشتراک کرده می توانند. برای گرفتن معلومات بیشتر می توانید با رقم های 93 400 99 56 در تماس باشید. چون فصل تابستان است و هوا خیلی گرم است، بچه ها بیشتر میخوان در این وقت آبازی کنند، اما باید گفت آبازی کردن نیز قاعده های مخصوصی خود را دارد. مسئولین نمایش در مهمانی ویتامین ها در شماره نوبتی خود این موضوع را انتخاب نموده و تماشابینان در این باره معلومات های جالب را پیشنهاد نمودند. نمایش نو شبکه بهارستان با نام در مهمانی ویتامین ها شماره 6 خود را آماده و پخش بینندگان گردانید. فصل تابستان مخصوص برای کودکان ایام دو است و بازی های گوناگون است. در این فصل گرما کودکان مخصوصا به آبازی مشغول می شوند. باید گفت آبازی کردن هم قاعده های مخصوص خود را دارد و آبازی کردن این نه تنها واسطه دلخوشی بلکه یکی از راه های آب و تاب دادن ارگانیسم ما به حساب می رود. زیرا هنگام آبازی کردن تمامی موشک‌های ما به حرکت می‌درآیند و این امکان می‌دهد که کالری‌های زیادتی از جسم ما بیرون شوند. یادآور می‌شویم که برنامه در مهمانی ویتامین‌ها در یک ماه 2 مرتبه روزهای یکشنبه پخش می‌شود. تکرار آن باشد روزهای سه‌شنبه منظور بینندگان می‌گردد. باوری داریم که شما این برنامه را تماشا کرده به خود معلومات ضروری را می‌گیرید. همچنین برنامه در مهمانی ویتامین‌ها در روی خط برنامه‌ها که در یک گوشه سامانه ما موجود است جا کرده می شود. از این رو اگر این نمایش به شما پسند باشد پس به سامانه ما www.tvb.tj وارد شده و آن آواز دهید. تماشابینان عزیز، یادآور شدن به مورد است که تلویزیون بهارستان همه روزه بهترین برنامه‌های شبکه را در سامانه خود www.tvb.tj جای می‌دهد. در دوره تعطیل تابستانه مکتب بچگان اهل ایجاد شبکه با پیشنهاد برنامه‌های رنگین آموزشی و شوق‌آور کوشش می‌نمایند که وقتی کودکان و نورسان پرثمر و منفعتناک سپری گردد.